همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداری است وطنداری همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداری است. فضای آرام و آسوده دیار دوشنبه نازنین واقعا هم تاجیکستان امروز با تشبث و دستگیری های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با دستاوردهای زیاد نائل گردیده است. در ظرف 33 سال استقلال ملی ملت تاجیک توانست با عرف و عادت و فرهنگ ملی خود از جانب جامعه جهانی اعتراف گردد. بله تماشابینان عزتمند، با این همه دستاورد و موفقیت و آرامی ثبات سلام میگویم بهر شما و با تمنای آرامی و آسودگی بیشتر شما نشر نوبتی برنامه شام دوشنبه را منظورتان میگردانیم. ما امروز با بخش و گزارش های جالب با سرود و نواهای دلنشین مهمان کاشانه شما شده ایم و درود میگویم به شما با یک جهان مهر و محبت، صمیمیت، صداقت و مهر و محبت وطنداری. و البته تماشابینان عزتمند، در نشر نوبتی برنامه شام دوشنبه ما اهل ایجاد کوشش می نماییم تا با صحبت و سرود و ترانه های جالب طبع شما را بالیده گردانیم و شما را از دستاورد و موفقیت های بی‌نظیر جوانان سعادتمند تاجیک آشنا نموده باشیم. شام گوارای وطن برایتان نکو فرخنده بود بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون تاجیکستان. پس لحظه با ما باشید. از شهری دوشنبه شدنت از دل کشور از دل کشور باعث افتخار و سرفرازی است که امروز جمهوری تاجیکستان در قطار دولت‌های امن‌ترین دنیا از جانب جامعه جهانی پذیرفته شده است که باعث افتخار و سرفرازی هر یک فرد با ننگ و ناموس این میهن میباشد. وابسته به همین موضوع صحبت داریم با آموزگار دانشگاه ملی تاجیکستان سنگین گلزاده با سوال آن که اهمیت صلح و ثبات را در شرایط فعلی چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ واقعا امروز صلح و ثبات، آرامی یکی از مهمترین مشکلات جامعه بین المللی است. خوشبختانه تاجیکستان عزیز ما با شرافت سیاست سازنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و همچنین استقلالیت دولتی در سمت صلح سازی، ثبات سازی، آرامی و پیشرفت یکی از کشورهای موفق به حساب می رود. ببینید این همه پیشرفتی که ما در جامعه تاجیکستان می بینیم، هم از نگاه سیاسی، هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه خودشناسی و خودآگاهی ملی، این همه پیش از همه به همین سیاست ربط دارد، به سیاست سازنده، سیاست معارف پرورانه. و اگر در شرایطی که امروز جهان معاصر قرار دارد در تاجیکستان صلح و ثبات نباشد، ما این موفقیت ها رو صاحب شدن نمیتونستیم و ما و شما در اینجا صحبت کردن نمیتونستیم. قبلا اگر یک رجوع کنیم به تاریخ گذشته که 30 سال پیشتر ما در کدام شرایط بودیم و امروز ما در کدام شرایطیم، ما میبینیم که چگونه تفاوت است، چگونه تغییرات مثبت در جامعه تاجیکستان به دست آمده است. امروز تاجیکستان که از جانب سازمان‌های بزرگ جهانی، سازمان‌هایی که نظرپرسی انجام میدن، یکی از کشورهای امن عالم به حساب می رود. این هم از با شرافت سیاست حکومت تاجیکستان است. امروز با برکت انمی آرامی و ثبات مردم گوناگون به تاجیکستان می آیند. اگر ما به همین رفتی آمدی سیاحان در چند سال آخر مشاهده کنیم، ما می بینیم که در 5-6 سال آخر چگونه به تاجیکستان سیاحان خارجی می آیند و همچنین در داخل سیاحی داخلی نیز رشد کرده است و دور نمیریم. اگر ما به همین منظرهای زیبای شهر دوشنبه نظر کنیم، ما میبینیم که فقط 4-5 سال آخر ببینید دوشنبه چگونه تغییر یافته است. مبالغه نیست اگر گویم که همین تغییراتی که در نمود ظاهری دوشنبه، در بناسازی دوشنبه، در ساختمان‌های دوشنبه به وقوع پیدا است، در 70 سال پیش ما نداشتیم. امروز بناهای آسمانبوس شهر دوشنبه، کارخانه‌های محتشم صنعتی بازگوی انمی صلح و ثبات تاجیکستان هستند و همچنین دوشنبه
یکی از شهرهای زیبای عالم، شهرهای زیبای معاصر تبدیل یافته ایستاده است که این هم با شرافتی صلح است، آرامی است و اگر همین صلح و آرامی نباشد ما پیشرفت کردن نمیتونیم. از این خاطر من فکر میکنم که صلح و ثبات در شرایط امروزی تاجیکستان بسیار مهم است. واقعا این فضایی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای تمام مردم شریف تاجیکستان البته آماده کرده است باعث افتخار است و ما میتوانیم در دلخواه وقت از این فضای زیبا استفاده بریم و سیر و گشت نماییم. کدام عامل‌ها باعث تحکیم صلح و ثبات شده میتوانند؟ پیش از همه باید گفت که انامین سیاستی سرور دولتی ما، سیاستی سازنده پیش از همه باعث تحکیم صلح و ثبات در جامعه تاجیکستان میگردد. از آن که امروز ما به پیشرفت اقتصادی نائل گردیده ایستادیم و همچنین دستاوردهای سیاستی ما خیلی نظررس هستند، این باعث تحکیم انمی صلح و ثبات می شود. پیشرفت تاجیکستان را بدون انمی سیاست تصور کردن نمی شود. ببینید در چند سال اخیر ما از بنبست کمیونیکاسیونی برآمدیم، با امنیت آذوقه‌واری دست یافتیم. امروز انشاءات بزرگترین آسیای مرکزی یعنی نیروگاه برق آبی راغون با جوش و خروش ادامه یافته ایستاده است و ما چندین نیروگاه خرد و بزرگ رو ساختیم، به استفاده دادیم و با برکت همین نیروگاه‌ها کارخانه‌های بزرگ صنعتی یعنی عملی شوی هدف چهارم استراتژی دولت تاجیکستان عملی می شود برای آنکه به صنعت بدون صنعت یگان کشور پیشرفته نمیتواند و پیشرفت جامعه باعث تحکیم آرامی و ثبات می شود. گذشته از این یکی از عامل‌های دیگری که صلح و ثبات را در جامعه ما تامین می‌کند انمی سیاست معارف پرورانه و فرهنگ پرورانه سرور دولت است. امروز پیشوای معظم کشور تمام شرایط‌ها را برای نسل جوان آماده ساختند تا همین نسل جوان ما با سواد باشد، از امکانیت‌های تکنولوژی که امروز مهیا شده است در جامعه معاصر بهره‌ور شوند و نسل امروزه نسل دولتدار آینده است. یعنی ما زمینه‌ها را برای 100 سال‌های آینده از امروز باید گذاریم. از این خاطر تنها آن ملت آن دولت میتوانند موفق شود که اگر مردمش خودآگاه باشند، خودشناس باشند. ما باید به تاریخ نظر کنیم که ملت ما چگونه ملت بود، ما در طول تاریخ کی بودیم، امروز چی شدیم. یعنی برای آینده ما باید از گذشته سبق گیریم، امروزمان را سازیم و با آینده به نظر نیک نگاه کنیم. من فکر میکنم که اون روز دور نیست که تاجیکستان از نگاه اقتصادی نیز یکی از کشورهای موفق‌ترین عالم میگردد، چون ما از نگاه آرامی و ثبات یکی از کشورهای بهترین گردیدیم و از اون که دستاوردهای اقتصادی ما سال تا سال به طور بی‌سابقه رشد کرده ایستادند. ساختمان‌های عظیم هم در پایتخت و هم در منطقه ها ادامه دارند. من باید یادآورشم که انمی راه‌ها باعث آن گردیدند که منطقه‌های گوناگون تاجیکستان رشد کنند. مثلا در بدخشان در چند سال اخیر آنقدر آبادی شد که 70 سال ما این دستاوردها نداشتیم. پس پیش از همه باید پیشرفت اقتصادی و در اطراف سیاست سازنده دولت و حکومت تاجیکستان مردم تاجیکستان باید متحد باشند. واقعا این همه دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان برای نسل آینده، نسلی که واقعا هم این ملت و دولت رو در آینده میتوانند پیش برند، البته با دانستن زبان‌های خارجی، با دانستن البته علمو تکنیکا و تکنولوژی معاصری که امروز می‌آموزند، میتوانند که در آینده تاجیکستان رو در عرصه بین‌المللی معرفی نمایند. خب وابسته به پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وابسته به قبول قطعنامه مخصوصی سازمان ملل متحد درباره 10 ساله تحکیم صلح برای نسل‌های آینده را چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ واقعا باید گفت که پیشنهاد نوبتی اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که از طرف سازمان ملل متحد دستگیری یافت و نشان میدهد که سرور دولت ما یک سیاستمدار سطح بین المللی می باشند. گذشته از این تشبس و تشبس‌های قبلی سرور دولت ما بازگوی آن هستند که سرور دولت ما یک سیاستمدار گومنیست، سیاستمداری که عقیده و اندیشه های بشر دوستانه در همین تفکر غالب آمدند و همه این برخواسته از همین تفکر ملت ما است. ملت ما در طول تاریخ همیشه
طرفدار صلح و آرامی پیشرفت بود و وقتی که ما اگر به تاریخ ملت خودمون نظر کنیم ما انمین برداشت رو میکنیم و سرور دولت که به تاریخ گذشته ملت ما خیلی نظری نیک دارند و اون رو خوب آموخته و ترغیب و تشویق میکنند. در همه سخنرانی های اساسیار صلح و وحدت ملی ما همین چیز رو میبینیم که به جوانان از تاریخ سبق آموختن رو تلقین میکنند. ببینید همون تشبس هایی که ما از طرف جامعه جهانی قبول شدن هم در سمت آب، هم در سمت اکولوژی، هم در سمت پریخا، هم در سمت گردش غیر قانونی مواد مخدر و سلاح که از جانب پرزیدنت ما پیشنهاد شدن، جنبه گومانیستی دارند، جنبه که نابسته از دین، ملت، مذهب، دولت به همین انسانیت تعلق دارند. وقتی که سرور دولت ما این تشبس نوبتی رو قبول کردن، من فکر میکنم آینده دولت ها واقعیت معاصر رو به نظر گرفتن. این پیشنهاد برخواسته از واقعیت جهان معاصر است. ببینید امروز در شرق نزدیک کشورها در عرفی پاشخوری هستند. یگان منطقه عالم نیست که در آنجا تنجی و آرامی باشد. پس انمی سرور دولت ما واقعیت جهان معاصر را به تحلیل کشیده به خلاصه آمدند که باید همه راهبران کشورها در سمت تحکیم صلح اندیشه کنند و برای آینده، برای نسل‌های آینده ما باید سیاره زمین رو برای آیندگان تازه و آزاده نگاه داریم، زیرا جنگ همیشه باعث خرابی است، جنگ باعث خرابی انسانیت است و فرهنگ ها، تمدن ها رو جنگ نیست میکند. امروز ما به خاطر که نسل های آینده انسانیت در یک فضای یکدیگر فهمی زندگی کنند، ما باید فرهنگ صلح و آرامی و ثبات را دستگیری کنیم و اون را ترغیب و تشویق کنیم. من فکر میکنم که همین دستگیری که تشبس سرور دولت ما از جانب سازمان ملل متحد یافت نشان میدهد که جامعه جهانی نیز در همین اندیشه است که امروز صلح و ثبات خیلی ضرور است و کشورهایی که در آنجا آرامی نیست به قدر این صلح و ثبات اکنون میرسند. من فکر میکنم که ملت تاجیک، ملتی که تفکرش همیشه سازنده است، فرهنگش فرهنگ جهانگیر است، معنویاتش باید انمین سیاست، باید انمین اقدام های سرور دولتمان را پشتیبانی کنند و در پیاده سازی، عملی سازی همین سیاست نقشی مهم گذارند. تشکر زیاد استاد برای یک صحبت پرمحتوا. بینندگان گرامی یادآور می‌شویم که وابسته به تحکیم صلح و ثبات صحبت داشتیم با آموزگار دانشگاه ملی تاجیکستان سنگین گلزاد. برنامه ما ادامه دارد، ما را همراه باشید. тамошобинони иззатманд воқеан ҳам як унсури асосии комёбӣ ва муваффақияти беназири миллати тоҷик дар он аст ки ӯ ҳамеша дӯстдори санъату фарҳанг буд ва ин эътимоду боварӣ ва эҳтиром ба санъату фарҳанги миллии халқи тоҷик аст ки имрӯз ҷаҳониён тоҷиконро ҳамчун миллати соҳибфарҳанг, соҳибсанъат дӯст медоранд ва ба он эҳтирому арш мегузоранд. ва албатта баргузории озмуни тоҷикистон ватани азизи ман дар қатори дигар озмуну фестивалҳои сатҳи баланди ҷумҳуриявӣ аз беназиртарин озмунҳо ба ҳисоб меравад ки тавонистааст дӯстдорони соҳаи санъатро ба саҳнаи тоҷик биёрад ва айни ҳол дар суҳбати мо низ ҳузур доранд яке аз ғолибони фаъоли озмуни тоҷикистон ватани азизи ман гулҷамол илҳомӣ. шуморо ба барномаи шоми душанбе хушомадед мегӯем ва хуб мешуд доир ба дастоварду фаъолияти худ аз комёбиву муваффақияти худ чанд сухан мегуфтед. иштирок ва ғолибияти шумо дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман дар кору фаъолияти баъдии шумо чӣ таъсире гузошт? ташаккури зиёд. аввалан салому дуруд арз мекунам ба тамоми тамошобинон ва ҳаводорони барномаи шоми душанбе ва миннатдории худро баён мекунам ки моро ба ин барнома таклиф намудед. ин озмун бисёр ҳам ман фикр мекунам ба тамоми ҷавонони тоҷикистон, ба тамоми ҳунармандон бисёр ҳам таъсири калон расонд. аз ростӣ ман ҳам худамро яке аз хушбахттарин ҷавонон ва ҳунармандон ҳис мекунам ки дар ин озмун иштирок кардам ва
ғолиб ҳам шудам. Баъд аз ғолиб дар ин озмун ман бисёр ҳам аз ин ҳам кӯшиши ғайрати худро зиёд намудам ва вақте ки дар ҳамон озмун аз якум давр ба дигар давр мегузаштем, тамринҳои худро аз пешина ҳам бисёртар кардем. барои он ки масалан иштирокчиҳо бисёр аст, ҳама мехоҳад ки ғолиб шавад. Чӣ хеле ки асос иштирок аст. Баъд рости бисёр ҳам пешравӣ шуд, барои ки мо аз болои худ бисёр ҳам кор кардем, бисёр ҳам машқ кардем. мегӯянд ки нобурда ранҷ ганҷ муяссар намешавад ва ин ҳама заҳматҳои пайвастаи шумо ва мисли шумо ҷавонон аст ки имрӯз ҷавонони мо тавонистанд ки дар як қатор озмунҳои сатҳи баланди ҷумҳуриявӣ муваффақ гарданд ва дар ин замина тавонанд ки муаррифгари санъату фарҳанги миллии хеш бошанд ва албатта ки баҳри худ барои худ ҳадаф гузоштан ки дар озмуне ё фестивале иштирок намоянд, ин худ ғолибият аст ва дар ин баробар ғолибият албатта бидуни роҳбари роҳнамое ба даст намеояд ва чун мегӯянд ки ҳамеша дар кору фаъолият дар муваффақияти инсон роҳбар роҳбалад ин омӯзгор аст ва маҳз омӯзгорҳо ҳастанд ки мо метавонем ки дар дилхоҳ ҷодаи интихобнамудаи худ муваффақ гардем. хуб мешуд аз заҳмату талошҳои худ ва омӯзгорони худ баҳри бинандагон қисса менамудед. устоди ман Музаффарҷон Шамсиев буданд ки маро ба ин озмун тайёр намуданд. Ман бисёр ҳам аз устоди худ миннатдор ҳастам. бо устод бисёр ҳам мо машқ кардем то ин ки аз ин давр ба дигар давр гузарем. бисёр ҳам масалан ба даври ҷумҳуриявӣ омадан низ ин як кори калон мебошад. Масалан аввалан ки миннатдори худро ба асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонам ки ба мо ҷавонон ҳамин гуна озмунҳоро пешниҳод карда истоданд ки то насли наврас мо ба пеш равем. то имрӯз аз натиҷаи заҳмату талоши худ, аз натиҷаи ғолибияти худ кору фаъолият доред. Минбаъд дар баргузории ин гуна озмунҳо иштироки худро чӣ гуна андеша доред ва умуман дар ин ҷода чӣ нақшаву ниятҳо доред дар рушди соҳаи санъати тоҷик? баъд аз озмун ман боз ҳам мехоҳам кӯшишу ғайратҳои санъати худро дар давлатҳои ҳамсоя ҳамчун намояндаи Тоҷикистон муаррифӣ кунам. Аз ин ҳам мехоҳем ки ба қуллаҳои баландтарин бирасем. рости дар нақша дар оянда муаррифгари миллату фарҳанг шудан аст. бигзор ҳамеша парчами Тоҷикистонро боло кунем. аз рӯи ин маҳорату касби худ имрӯз дар чанде аз давлатҳои хориҷия ва умуман фестивалу чорабиниҳои байналмилалӣ ширкат намудед? дар ҷумҳурии ҳамсоя Ӯзбекистон дар озмун фестивали Наврӯз садоларӣ иштирок кардем ки дар он ҷо аз 5 давлат иштирокчиён буданд ва ҷои якум гирифтем. дар шаҳри Москав дар форумҳои дружба форум мегӯянд, дар фестивалҳо иштирок кардагӣ мебошам. каме муддат дар фестивалҳо ва консертҳо дар шаҳри Олмон, яъне ҷумҳурии Олмон будем ки дар он ҷо ҳам муаррифгари миллат будем. миллати тоҷик муаррифгари фарҳанги худ бошем ки дар дигар давлатҳо аз фарҳанги тоҷик бохабар бошанд. чӣ тавре огоҳ гардидем шумо ҳамчун иштирокчӣ дар як қатор фестивалу озмунҳои сатҳи баланди ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ будед. мегуфтед ки таваҷҷӯҳи сокинони ҷаҳон ба санъати мусиқии касбии тоҷик чӣ гуна буд? рости онҳо аз оҳангҳои халқӣ бисёр ҳам дар ҳайрат буданд. масалан дар фестивале ки дар ҷумҳурии Олмон шаҳри Берлин баргузор гардид, мо дар он ҷо бо ҳамроҳи боз ҳунармандон, донишҷӯёни консерваторияи миллӣ буданд ки ҳамроҳи ман дар он ҷо иштирок кардем. оҳанги нав гӯем эҷод кардем махсус барои ҳамин фестивал ки бо номи Сарчашмаи ҳаёт буд. ва дар он ҷо бисёр ҳам онҳо чӣ хеле гуфтам дар ҳайрат буданд ва дар он ҷо чӣ хеле ки таъкид кардам аз ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Туркманистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва худи Олмон иштирок карданд ва намояндаи ҳамин фестивал гуфт ки аз ҳама
беҳтарин навозиши тоҷикистон буд ки бисёр ҳам гуногун буд ва мо бо асбобҳои миллӣ дар он ҷо ки иштирок кардем ба онҳо ин як чизи навигарӣ буд ва хурсандона аз он ҷо бо сари баланд баргаштем. изҳори сипос мегӯям барои ибрози андешаҳои созанда ва иштирок дар барномаи шоми душанбе. Тамошобинони иззатманд, воқеан ҳам боиси ифтихору сарафрозист ки ҷавонони саодатманди тоҷик ва ин ҳама шароиту имконият ва сулҳу суботи ватан эҳтиром мегузоранд ва дар рушду нумӯи бештари санъати касбии тоҷик саҳми бештари худро мегузоранд. бинандагони гиромӣ, барномаи шоми душанбе дар фазои ободу осудаи ин диёри зебуманзар тоҷикистони соҳибистиқлол идома дорад. воқеан мо миллати хушбахт ҳастем ки дар фазои сулҳу осоиштагии кишвар умр ба сар бурда истодаем ва тоҷикистон бо зебогию дилрабояш имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ шӯҳратёр гардидааст ки ин албатта боиси ифтихори ҳамаи мо ватандорон аст. вобаста ба пойдории сулҳу субот дар тоҷикистони соҳибистиқлол ва расидани муваффақиятҳо дар зарфи 33 соли истиқлоли миллӣ суҳбате дорем бо номзади илмҳои филологӣ Абдулфатоҳ Аминзода. дар
идомаи барнома роҷеъ ба таҳкими сулҳу субот дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол ва он ҳама музаффариятҳое ки дар зарфи 33 соли истиқлоли миллӣ ба даст омадааст, андешаи худро баён мекардем. واقعا امروز ما در یک جامعه در یک کشور زندگی میکنیم که در فضای صلح و ثبات امنیت و پیش از همه با شکرگزاری از استقلالات دولتی ببینید که ما چگونه آسوده و تنج زندگی به سر میبریم و ببینید در این هوای سرد گرچنده کم و بیش برفی است در هوای شهر دوشنبه ببینید امروز کوچه های پایتخت مالامال ساکنان است و این البته از تنجی و آسودگی و امنیتی به سابقه کشورمون دلالت میکند و ببینید که در ظرف 33 سال استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان در همه جبهه ها در همه سمت ها دستاوردهای زیادی را نایل گشته است و محض در ساحه فرهنگ ما میبینیم که در 33 سال استقلالات دولتی علاقه اینقدر بنیاد انشاءات های زیبای فرهنگی مجسمه ها آثارخانه ها کاخ و قصرهای فرهنگی در شهر و نواحی کشور پیوسته مورد استفاده قرار داده میشوند و جمهوری تاجیکستان که امروز همچنین یک جمهوری امن ثبات و جمهوری صاحب استقلال اعضای کامل حقوقی یونسکو مخصوصا سازمان ملل متحد میباشد در ظرف 33 سال استقلالات دولتی ببینید که ما توانستیم که هم در سمت فرهنگ مادی و هم غیر مادی دستاوردهای را نایل کردیم که سابقه آن حتی در زمان اتحادیه شوروی و قبل از آن هم نبود. امروز ما در 33 سالی صاحب استقلال ما توانستیم که از عنصرهای میراث فرهنگ غیر مادی علاقه 12 نامیناسیون تا امسال ثبت نام گردیده است که 2 نامیناسیون اخیر به تازگی در همین ماه دکبر ثبت نام گردید و تا این دم علاقه 10 نامیناسیون دیگر ثبت نام گردیده بود و علاوه در دیگر جبهه در سمت عنصرهای فرهنگ مادی هم یادگاری تاریخی زیادی ما تا سال 2024 علاقه یک قطار 10 یادگاری تاریخی ما امروز شامل یونسکو گردیده است و همه این به واسطه از دستور و هدایت‌های اثرگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان باشد که از روزی به سر حاکمیت آمدن با خلق عزیزمان وعده دادند که من بهر شما صلح میآفرم و این صلح بگذار که جاودانه و پای برجا باشد. زیرا امروز ما چنانه که گفتیم نه در همه کشورهای دنیا میتوان که چی در شامگاهی چی در روزها آزادانه صحبت کرد یا با سیر و گشت و تماشای خیابان‌ها برآمد. امروز از هر جهتی که میبینیم ما صاحب امنیت کامل هستیم و همین امنیت و همین دستجمعی مردم تاجیک است که امروز ما با موفقیت‌های پای در پای نایل می‌گردیم و فکر می‌کنم که در آینده مردم تاجیک از یک گریبان سر برآورده همه تشبس‌های بی‌واسطه اثرگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت که امروز از منبر بلندی سازمان ملل متحد قبول میشوند پذیرفته میشوند پای آبادانی کشور باز هم کوشش و جهد و تلاش میکنیم. واقعا هم با تشبس و دستگیری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امروز تاجیکستان روز تا روز شکوفان‌تر می‌گردد و امروز پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه با بنیاد گردیدن باغ‌های فرهنگی و قامت افراختن بناهای استقامتی قبای دیگر را به خود ضم نموده است. یعنی همه این دستگیری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت رشد اقتصادیات ملی، رشد زمینه‌های پایداری استقلال ملی است. خب اینجا می‌خواستیم راجع به دستاوردهای پیشوای ملت که امروز از جانب جامعه جهانی همچون یک دولت تشبسکار تاجیکستان معرفی گردیده است اندیشه خود را بیان می‌کردیم. خب اصلا ببینید اقدام‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به واسطه در همه سمت پایداری ثبات امنیت و آرامی جامعه را در تمام سیاره نه تنها در تاجیکستان عزیز در تمام سیاره فرا میگیرد. خب تا امروز کشور ما از نقطه نظری تأمین به آب آشامیدنی در جای اول می‌ایستد و چندان احتیاجاتی که امروز سیاره دارد ما نداریم، ولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیوسته از منبرهای با نفوذ سازمان ملل متحد آید به آب تازه 10 ساله آب عملیات برای رشد استوار، یعنی هر یک تشبوسی که پیشنهاد میکنن این فراگیری تمامی جنبه ها تمامی مردم سیاره است و غمی تمام سیاره رو میخورند و همین بود که این اقدامات پیوسته ادامه یافتند. حتی ببینید وقتی که پرزیدنت کشور ما سال 2024 و همچنین سال حفظ پریخواب اعلان کردن، ببینید که امسال در تاجیکستان عزیز ما پیوسته یخبندی میشود، پیوسته برف میبارد. این اقدام و تشبوسات که به واسطه بحر آباد و ثباتی تمام مردم سیاره است از همه جهت جانبداری می‌بند و علاوه ببینید که برای سالهای آینده پرزیدنت محبوب ما از منبر سازمان ملل متحد صلح بین المللی صلح رو در تمام سیاره تمنا نمودند و پیشنهاد کردند که بگذار صلح در تمام سیاره باشد و این هم یک اقدامی است که باید که همه جانبه از جانب تمام جامعه جهانی یک دلانه. امروز می‌بینیم که
جهان از جنگ، از خونریزی، از خون ناحق ریختن آدمان البته خسته شده و فکر میکنم که باید که تمام مردم سیاره سر این تشبوس ها یک فکر و ملاحظه‌ای خوب کنند و این اقدام های جناب عالی باید که در تمام جامعه جهانی پذیرفته شود. چطوره که شما قید کردید در سمت فرهنگ تاجیکستان در ظرف 33 سال استقلال ملی با دستاوردهای زیاد نایل گردیده است. خب در آینده نیز آیا در سمت میراث‌های مادی و غیر مادی نقشه‌ها هستند؟ تا امروز 10 یادگاری تاریخی فرهنگی ما و 12 میراث فرهنگی غیر مادی ثبت نام گردیده است که این نظری بی سابقه است در کشور ما و علاوه برای سال‌های آینده نیز باید بگویم که وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در همکاری با کمیسیون ملی آید به کارهای یونسکو در وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان قرار دارد همکاری‌های زیاد داریم و برای سال‌های آینده نیز نقشه‌ها زیاد هستند. مثلا برای سال 2025 باز 2-3 نامیناسیون دیگر در سمت میراث فرهنگی غیر مادی آماده هستند که در همکاری با دفتر یونسکو باید که در سال آینده بررسی شوند. و علاوه در سمت میراث فرهنگی مادی هم یعنی یادگاری تاریخی یا خود این خوتل قدیم تحت عنوان خوتل قدیم با اونجا پیشنهاد شده است که علاقه بر روی خط پیشکی میراث عمومی بشری پیشنهاد کرده است و در اونجا 12 نامیناسیون 12 یادگاری تاریخی رو در بر میگیرد که در سال 2025 مورد بررسی قرار میگیرد و امیدواریم که این دستاوردها نیز در سال‌های آینده باز جمهوری عزیز ما را در سطح بین المللی بیشتر معرفی میکنند و اقدام‌هایی که از جانب پیشوای معظم ملت دستورهایی که از جانب پرزیدنت محبوب ما داده میشود روی کار میآیند و مردم تاجیکستان باز هم شکوه و شهامتش در سطح بین المللی زیادتر خواهد گردید. تشکر زیاد برای یک صحبت. باوری کامل داریم که با دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتاً اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در آینده نزدیک یک چند میراث‌های مادی و غیر مادی نیز از جانب جامعه جهانی پذیرفته می شود. بینندگان گرامی یادآور می شویم که صحبت داشتیم راجع به تحکیم صلح و ثبات در تاجیکستان صاحب استقلال با نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالفتاح امینزاده. تاجیکستان تاجداری بخت و ارمانم تویی، آفتابی پرجلایی فخر دورانم تویی. جان تو هستی در وجودم ای زمینی باستان، اسم پاکت بر زبانم راحتی جانم تویی. کشته خلق تو شعر است وارثانت شاعران، اقلیمت الهام بخشد دادی از دانم تویی. آسمانی بی‌غبارت شوق بر ایجاد داد، نازمانه وصف سازم حسن دیوانم تویی. سلامت باشید تماشابینان عزتمند و واقعا هم آرامی صلح و ثبات و امکانیت و شرایط و دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان است که امروز با اشتراک در آزمون‌های سطح بلند جمهوریوی جوانان ما توانستند که در رشته شعر و سخن موفق گردند و این لحظه باشد در صحبت ما حضور دارند یکی از غالبان دور نهایی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در سال 2024 مرزبان علی قربانوف. شما را به برنامه شام دوشنبه خوش آمدید میگیم و چطوری که ما میدانیم شما در دوام 5 سال اشتراک در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است بالاخره توانستید از روی نامیناسیون ایجاد نظم غالبیت را به دست آورید. چی مقصد شما در دل داشتید؟ چی هدف پیش خود گذاشته بودید تا در این مدت 5 سال روح افتاده نگردیدید، شکست نخوردید و تا لحظه آخر رقابت دانش نمودید؟ واقعا غالبیت در این آزمونی با نفوذ آزمون که سطح جمهوریوی دارد و فراتر از یک آزمون است برای من یک افتخار است. آزمون زمانی که آغاز گردید سال 2019 من امکانی در آزمون شرکت ورزیدن نداشتم، چون سال اول ما از آزمون آگاهی نداشتیم و از سال 2020 با آزمون شرکت ورزیدم، تیاری دیدم. اما سال اول من غالبیت در آزمون را یک آرزوی خام بدانستم، زیرا آزمون چنان نفوذی بلندی داشت، چنان اشتراکچیان آن دانشمند می‌نمودند، سال باسواد بودند و زیبا قرائت شعر می‌کردند. من خود را در این سطح دیده نمی‌توانستم، ولی با خلاصه آمدم که واقعا آرزوها دستیافتنی اند. آنها را می‌توان با کوشش، با جدل به دست آورد
و سال جاری در آزمون با نفوذ از روی نامیناسی ایجادی نظم غالب آمدم. 5 سال باز که آرزوی من بود، آرزوی دیرینه، در طول این آزمون من باز به یک چند موفقیت‌های دیگری در نایل گردیدم، ولی در نظر من نمی نمودند، زیرا می‌خواستم تنها در همین آزمون غالب آیم. آزمونی که سطح بلند جمهوری دارد و مکافات‌های والایی دارد که نظیر آن را ما در مملکت‌های همسایه ندیده‌ایم. بله، واقعا هم برگزاری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است که دوام 6 سال با امر سرور دولت محترم امام علی رحمان برگزار می‌گردد. این اقدام در هیچ کدام دولت جهان تا امروز راه اندازی نشده است و برگزار نگردیده است. هدف شما در چی بود که شما دوام 3 سال اول رقابت نمودید از روی نامیناسی خواندن و از بار نمودن آثار ادیبان معاصر، شاعران معاصر، و 2 ساله آخر رقابت نمودید از روی ایجادیات نظم با پیشنهاد نمودن ایجادیات خود توانستید غالبیت را به دست آورید. چی باعث گردید که شما از روی خواندن و از بر نمودن ادبیات معاصر دست کشیدید و به پیشنهاد نمودن ایجادیات خود پرداختید؟ از خردسالی شعر میگفتم، ولی شعرهای نظم پاره های شاید بسیار از قوانین شعر را رعایت نمیکردم، ولی ساده لوحانه بودن و اول از ادبیات معاصر به آن درآمد کردم که تا حد دانشی خود را وسیع گردانم، ولی هر نفری که به جاده شعر گفتن قدم می نهد باید او فراوان شعر داند. نظامی روزی سمرقند در 4 مقاله میگد که حداقل 20,000 بیت شعر داند، حالانکه این آثار بی‌نهایت زیاد است. 20,000 بیت. از اشتراک خود که شما در یکی از ناحیه‌های دوردست تاجیکستان امروز به دوشنبه شهر نازنین ما آمدید، همچون دانشجو ادامه تحصیل دارید، از این آبادی ها، از این تشبث، از این شرایط های تحصیل، از شرایط قلب تاجیکستان عزیز ما چی گفتنی داره؟ واقعا سال روان وقتی دانشجوی کورس یکمی فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی شدم، در آغاز سال که ماه سپتامبر من یک قصیده گفتم با نام دوشنبه. ای شهر مهربانی، ای شهر ما جوانان، دل برده ای تو از ما، ای دل ربای دوران. از 4 فصل سالت بوی بهار آید، شاید بهشت باشی ای قلب تاجیکستان. در کوچه های سبزت گلها به رقص آیند، با ساز بلبلان و با ناطه های باران. چون آمدم کنارت ای شهر بس مقدس، بگشاده شد برویم دروازه های احسان. هرچند جنگ دیدی در قرن 20، اما صد شکر صلح آورد امام علی رحمان. سلامت باشید. واقعا هم این صلح و ثبات و آرامی سرتاسری تاجیکستان عزیز ما هست که امروز جوانان ما توانستند که با جسارت، با متانت در حفظ مرز و بوم خود سهمگزار باشند. امینم که مثل شما جوانان با اشتراک در آزمون‌های سطحی بلند جمهوری دانش و مهارت و توانایی خود را بیشتر گردانیده در آرامی و ثبات در معرفی بیشتری تاجیکستان عزیز سهمی ارزشمند قدم‌های باثبات می‌گذارد. و تماشابینان عزتمند یادآور می‌شویم که این لحظه در صحبت ما حضور داشتند غالب دور نهایی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است مرزبان علی قربانزاده، دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان. برنامه ما ادامه دارد، ما را همراه باشید. دوشنبه خانه خانه می شود نو، برابر با زمانه می شود نو. تماشابینان عزتمند، ادامه برنامه شام دوشنبه در قلب تاجیکستان عزیز، دوشنبه نازنین منظور شما گردیده ایستاده است و باید بگویم که یکی از دستاوردهای واقعا هم بی‌نظیر و فرهنگی ملت تاجیک در زمان صاحب استقلالی کشور این برگزاری یک قطار آزمون‌های سطحی بلند جمهوری از جمله آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است که واقعا هم یک صحیفه تازه، یک کتاب پر از افتخار و موفقیت است که توانسته است چهره‌های سخندان و سخنور را به میدان سخنوری و سخندانی ملت تاجیک بیارد. واقعا هم برگزاری آزمون‌های سطحی بلند جمهوری توانسته است جوانان صاحب استعداد را کشف نماید و این لحظه باشد در صحبت ما یکی از جوانان موفق
غالب دور نهایی آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است. در سال 2024 مدینه حکیمова حضور دارد. از این دستاورد، موفقیت و سرفرازی های خود چند سخن میگفتید؟ چنانه که شما قید کردید، من امسال در دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است. از روی نامیناسیون خواندن و از یاد کردن از روی نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی خلق در دور نهایی سزاوار مقام دوم گشتم. باید قید نمایم که طول 5 سال پی هم در این آزمون شرکت ورزیدم و تنها در سال 5 اشتراک خویش از روی همین نامیناسیون در دور نهایی غالبیت را به دست آوردم و سال 2024 برای من یک سال پربرار و پربرکت بود و من توانستم محض در این آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است غالبیت را به دست آوردم و اینچنین در بسیاری از المپیادهای فنی و ورزشی هم سزاوار مقام نمایان گشتم. آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است برای خلق تاجیک واقعا تکان بخشید که تمام خلق رو به کتابخوانی آوردند و باید قید نمود که با دستگیری های به واسطه پیشوای معظم ملتمان محترم امام علی رحمان سال تا سال شماره کتابخانه و مکتب ها رو زیاد کرده ایستادند تا اینکه ما جوانان و نورسان باز رو به کتاب خواندن آریم و از هر گونه کارهای ناشایان دست کشیم و برای ملت خویش خدمت های ارزنده و شایسته نماییم. هدف اشتراک شما در این آزمون چی بود و دوامی که شما 5 سال آمادگی دیدید هیچ روح افتادگی شما رو فرا نگرفت؟ وقتی که من سال اول اشتراک ورزیدم هدف من غالبیت نبود. من میخواستم تنها دانش خود را بسنجم، ولی سالهای من بعد وقتی که اشتراک کردم و تجربه دار شدم، وقتی که بسیار مطالعه ساختم و در دل آرزوی پیدا کردم که باید من در دور نهایی غالبیت را به دست آورم. خواهشمندم تا برای بینندگان عزیز ما پاره از اشعار از ابیات دوست داشته خود را پیشنهاد نمایید. فروغ ملت ماهی، فروغ صبح دانایی، به ملت گنج والایی، فروغ صبح دانایی، بیان پیشوای ملت عالم شمول ما، به قلب سینه ها جایی، فروغ صبح دانایی. در آخر میخواستم مینه‌داری به پایان خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان رسانم که بهر ماست کوشش زیاد می نمایند که تا اینکه ما جوانان و نورسان کتابخوان گردیم، باسواد گردیم و خلق کتابخوان و باسواد گردند و همه ساله چنین آزمون‌های با نفوذ را تشکیل می‌سازند. آگاه گردیدن شما به آثار ارزشمند نیاگان، مطالعه پیوسته شما، مهر و محبت شما را نسبت به ملت، به زبان، به دولت بیشتر گردانید. همینطور و می توانید از این مطالعه نموده خود از همون مهری که نسبت به وطن، به سرزمین زیاد نمودید با پارچه شعری ابراز داشته باشه. همون راهی که پایانش نمیبینم وطنداری است، همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداری است. به خون ناف هر خاک شود آلوده جان دارد، تنی را به غم جانش نمیبینم وطنداری است. تنور از آتش و آبی نمکدارش غذا گیرد، نشانی خوردن نانش نمیبینم وطنداری است. همان مردی که از تیر عدو دارد جراحت ها، ولی چشمان گریانش نمیبینم وطنداری است. پریشان گشتگان را تا قیامت نیست آسایش، همون جمع پریشانش نمیبینم وطنداری است. اگر فکری وطن در سر نباشد سر چی کار آید، دل خالی ز ارمانش نمیبینم وطنداری است. فدایی را محمد شکوه از بار گرانش نیست، ز عمر خود پشیمانش نمیبینم وطنداری است. تماشابینان عزتمند، واقعا هم برگزاری آزمون‌های سطح بلند جمهوریوی از جمله آزمون فروغ صبحی دانایی توانسته است که چهره‌های ماندگار را روی صحنه تاجیک بیارد تا آنها توانند که در معرفی شایسته تاجیکستان عزیز، در حفظ استقلال کامل وطن و در رشد و نموی صنعت و فرهنگ تاجیک سهمی از این هم بیشتری بگذارند.
وطن مرز سعادت پرورت را پاس می دارم. در و بام محبت پرورت را پاس می دارم. چو میراث هزاران ساله تاریخ انسانی زمین و آسمان بافرت را پاس می دارم. واقعا هم این وطن برای هر یک ساکن تاجیکستان ارزنده تحسین و آفرین ها است. هر یک شهروندی که در جمهوری تاجیکستان مخصوصا در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه اقامت میکند باید افتخار از آن داشته باشد که واقعا هم شهروند تاجیکستان و ساکن پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه نازنین است. باید یادآور شویم که در رده‌بندی جهان دوشنبه عزیز ما یکی از شهرهای امن‌ترین جهان شناخته و اعتراف گردیده است و البته این اعتراف جهانیان که دوشنبه ما را شهر صلح، شهر امنیت و آرامی اعتراف کردند، ما جوانان را می‌سازد که بیشتر از هر وقت دوستدار آن باشیم، حمایتگر مرز و بوم وطن عزیز و همچنین صنعت و فرهنگی آن باشیم. و بیننده های عزیز و ارجمند، با امید پایداری صلح و ثبات در تاجیکستان صاحب استقلال و رسیدن به موفقیت های به انتها، در همین جا برنامه نوبتی شام دوشنبه را به انجام می‌رسانیم. تا برنامه‌های بعدی همیشه دوستدار صنعت و فرهنگ ملی خویش باشید. خیر.